سلام و صد سلام به تمام دوستان عزیز و گرامی. تحلیل هفتگی رو انجام میدیم مثل باقی هفته ها. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید که توضیحات کامل رو خدمتتون بدم. خب همینطور که توی تحلیلات هفتگیمون اول هفته به صورت ویدیویی تحلیل میذاریم، ما جدیداً داخل کانال تلگرام هم تحلیل های میدویک براتون قرار میدیم یا در وسط هفته تحلیل های وسط هفته هم براتون قرار میدیم به صورت عکس و وایس، که اگر توی کانال تلگرام نیستید توی دیسکریپشن کانال تلگرام من هستش، حتما جوین بشید و بتونید از مباحث وسط هفته هم استفاده کنید و موارد دیگه‌ای که توی کانال تلگرام توضیحاتش رو میدم. خب ما در وسط هفته همچین تحلیل رو گذاشته بودیم، الان با عکس بهتون نشون میدم. این تحلیل وسط هفته ما بود، گفتم که روند خودش رو میرسونه به این ناحیه و حرکت ریزشی رو اجرا میکنه و توی وایس بهتون گفته بودم که خودش رو میرسونه به این FVG که تو این قسمت قرار داره و دوباره روند یک صعودی رو از خودش نشون میده. این تحلیل میدویک هستش. خب بریم دوباره روی چارت. خب توضیحی که وجود داره در مورد این هفته، من تحلیل رو پاک میکنم تا آپدیت کنیم تحلیلمون رو. خب نکته‌ای که وجود داره و در مورد صحبت کنیم، کندل ماهانه امروز باز شده، روز جمعه، در اواخر روز جمعه هستیم. تحلیل رو دارم براتون انجام میدم. چیزی که دوستان فعلا دارم میبینم، ببینید یا روند در دو حالت مختلف میتونه کارش رو اجرا بکنه. روند توی این هفته یا خیلی ضعیف میاد به سمت پایین، مشکی بشیدم این صورت. بذارید من با پس براتون بکشم. ببینید توی این هفته امکان داره روند به صورت خیلی ضعیف بیاد به سمت پایین. من توی تایم دیلی همچین چیزی رو واسهتون بکشم. ببینید حالتهای مختلفی رو ما داریم. روند تو همین ناحیه دور از خودش ضعف نشون میده و حداقل خودش رو حداقل خودش رو به این ناحیه میرسونه. حالا دقیقاً تا به اینجا نه، ولی تا به همین ناحیه. اوکی، یا اینطوری بهتر بگم FVG رو پاک کنیم. این تارگتمون هم که زده شد. آره ببینید من ذهنیتی که دارم، یا روند بیاد این external liquidity ما رو بزنه. اوکی، external liquidity ما زده بشه و روند خودش رو تا به این order block برسونه و یک حالت دیگه ای هم وجود داره که روند اگر به نظر من اگر این internal liquidity یعنی روند یک همچین حالتی رو اجرا کنه، میتونه صعودی رو توی این قسمت بده، یعنی توی این هفته ای که هستیم. خب ولی اگر روند خودش رو به سمت پایین، یعنی روند ضعف نشون داد، ضعف قیمت نشون داد، یعنی روند میخواد بیاد
به سمت external liquidity ما و روند فعلا صعود توی این هفته نداره. و نکته دیگه‌ای که وجود داره، بذارید من خبرها هم بهتون نشون بدم. خب ببینید ما توی این هفته جدید خبر مهمی داریم، اونم در مورد انتخابات هستش. انتخابات مهمی که داره برگزار میشه و روز سه‌شنبه و این خیلی تأثیر میذاره روی مارکت، ولی همینطور که میبینید all day زده، یعنی یک ساعت خاص برای این خبر نزده و قدیم هم براتون توضیح دادم که این وقتی میزنه all day یعنی تو تمام تایم تأثیر گذاره و تمام تایم روز سه‌شنبه رو تحت تأثیر قرار میده این خبر. البته به نظر من خیلی تأثیر میذاره روی این ساعت و این ساعت، این خبر روی این ساعت تأثیر میذاره، با اینکه خبر زرد رنگه در موردش ما قدیم صحبت کردیم که چطور تأثیرش رو میذاره. و روز پنجشنبه همینطور که میبینید خبرهای خیلی مهمی رو داریم و همینطور روز جمعه ببینید خیلی مهم نمیتونم بگم NFP داریم CPI داریم، ولی در حد این روز حداقل پنجشنبه خیلی روز مهمیه. پس احتمال واکنش خوبی رو میتونیم اینجا داشته باشیم، ولی من بیشتر ضعف قیمت میبینم توی این ناحیه، چون رشدش رو DXY فعلا انجام داده، یک حداقل یک اصلاح کوچیکی یا یک کانسولیدیشن کوچیکی باید اینجا ایجاد بشه، کانسولیدیشن ادامه حرکت حداقل. خب بریم برای BTC ببینیم چه اتفاقاتی براش افتاده. خب BTC رو همینطور که وسط هفته تعلیق کرده بودم توی کانال تلگرام گذاشتن، حالا افرادی که تو تلگرام نیستن حتما توی تلگرام باشن، توی دیسکریپشن لینکش هست، بازم دارم میگم بهتون. تحلیلی که از BTC گذاشته بودم گفتم BTC یک ریزش، یک صعود خودشو میرسه به این ناحیه و تو همین ناحیه برگشت ایجاد میشه تا به این ناحیه‌ای که اینجا براتون کشیدم و این اتفاق هم افتاد و بعد از برخورد به این ناحیه ما یک صعودی رو داریم. حالا من خطوط رو خیلی بلندتر کشیدم، امروز باید تحلیلش رو انجام بدم. خب همینطور که میبینید روند صعودی رو انجام داد، اومد تا به بالا، دوباره رسید و دوباره ریتاچ شد روی FVG تایم دیلی ما و دوباره واکنش صعود رو تو تایم پایین از خودش نشون داد توی خبر صعود و نزول. حالا میخوایم ببینیم که در ادامه چه اتفاقی برای BTC میخواد بیفته. خب ببینید دوستان، من یه سری نواحی گذاشتم اینجا، ببینید من صعود رو دارم میبینم. خب این که مشخص بود از اول و توی تحلیلام بهتون گفتم، ولی برای این هفته جدید برای این هفته و این هفته‌ای که جدید داریم من احتمالاتی رو میدم اینجا اتفاق بیفته. ببینید احتمال داره روند خودش رو به این نواحی برسونه. خب راستش این سقفی که اومده به سمت پایین، من اینا رو پاک کنم یه ذره اینجا خلوت بشه. سقفی که ساخته بایستا لیکویدیتی که داریم، اکسترنال لیکویدیتی که داریم بهتر بگم، اکسترنال لیکویدیتی ضعیفی هستش. خب ولی میتونه یک روند خوبی رو از خودش نشون بده به ما. یعنی چی؟ یعنی منظورم اینه که این سقف زده میشه، ولی برای زده شدن نیازمند این هستش که روند کمی خودش رو ببینید تو این دو روز باقی، چون BTC کریپتو کلا شنبه و یک شنبه خب 100%
روند بازدار حرکت خودش رو انجام میده و من تحلیلی که دارم اگر یک شنبه صعودی انجام نده، یعنی روند بیاد به سمت پایین، تو این نواحی صعودی رو انجام ندیم، به نظر من روند میتونه تا به این قیمت حداقل بیاد، تا به قیمت 66. اوکی. ولی کلا دیدگاه کلیم این هستش که اگر روند توی این هفته خیلی برای BTC مهمه دوستان، اگر روند به نظر من این هفته جدید خیلی برای BTC مهمه. چرا؟ چون اگر internal liquidity BTC زده بشه، BTC خیلی قیمت‌های پایین‌تری رو می‌بینه و به نظر من، حالا من اینو به این صورت براتون میکشم، پس چی گفتم؟ اگر توی این هفته ما internal liquidity رو بزنیم، رفتیم پایین. اوکی؟ رفتیم دیگه پایین. یعنی شک نکنید internal liquidity زده بشه، داستان اصلا فرق میکنه و مطمئن باشید و بدونید که من دارم چیزی که دارم میگم مطمئن دارم بهتون میگم. و اگر تو این نواحی توی این قیمت BTC برگرده، حالا من این MFG رو پاک میکنم، این قیمت رو براش میذارم، توی این قیمت BTC برگرده میتونه صعودی رو داشته باشه. ولی اگر نزول رو داشته باشه، با همین سختی که گفتم ضعیفم، میتونه بیاد به سمت پایین و هفته بعدیش هم بیاد به سمت سلسله لیکویدیتی بعدی. اوکی؟ پس این موارد رو حتما داشته باشید که من اینجا توضیح دادم بهتون. پس اگر تو همین نواحی بچرخه دیگه میره واسه قیمت بالاتر 80، ولی در غیر این صورت روند میتونه حتی برگشت رو ایجاد کنه، ولی اینم گفتم که این سقف ضعیف هستش. خب بریم واسه یورو. خب در مورد یورو هم که دوستان گفتم که من توی تحلیل هفتگی میدویک توی تلگرام گذاشته بودم، وایس داده بودم، گفتم اگر اکسترنال لیکویدیتی زده بشه میتونه برخورد کنه به این ریجکشن بلاک، ریجکشن بلاک و دوباره صعود کنه، یعنی ذهنیت صعود رو داشتم. ولی اگر اینجا کانسولیدیشن کنه و قبل از زدن اکسترنال لیکویدیتی برگرده، هم میتونه صعودی رو داشته باشه و توی این نواحی به این نواحی میتونه برسه و برخورد کنه به این قیمت که الان در حال حاضر هم روند دقیقا همون حالت رو ساخته، چیزی که ما تحلیل کردیم. البته در حال حاضر میبینید که روند برگشته، دقیقا اون نقاطی که گذاشتم هیچ دست نخورده و همه چی واقعی اینجا داره اجرا میشه. حالا من تحلیل ها رو پاک میکنم. ببینید یک موردی که وجود داره روند احتمال صعود رو داره. خب ولی یک ولی وجود داره. بذارید من بیام روی کلی. اگر روند ریزش خیلی شدید رو داشته باشه، یعنی روند بیاد و مستقیم تا به این کف، تا اینترنال لیکویدیتی رو بزنه، خب ما دیگه میریم واسه سلسله لیکویدیتی. خب میریم واسه سلسله لیکویدیتی. ولی اگر روند بیاد، خیلی اینو یه ذره فاصله بدم،
ولی اگر روند بیاد به سمت پایین توی این FVG به چرخه، ما میتونیم قیمت بالاتری رو ببینیم. قیمت بالاتر حالا تارگت میتونم براش قرار بدم، FVG که اینجا قرار داره. خب تارگتی که داریم برای من این هستش که روند حداقل این FVG رو پر کنم. ولی خب چیزی که الان دارم میبینم کلا ذهنیتی که دارم ریزش هستش و روند بیاد این لیکویدیتی ها رو کاملا بزنه و بیاد حتی به این کف. به این موضوع دارم فکر میکنم کلا تو دیدگاه بلند مدت. و برای من ریزش دیدگاه بهتری هستش، همینطور که حالا بهتون نشون دادم که لیکویدیتی که اینجا وجود داره احتمال خیلی زیاد 100% اینا باید زده بشه و دیدگاه اصلی من روی ریزش هستش که اینو من مشکی رنگ میکنم یه ذره تیره تر که اینو داشته باشیم. پس من یک همچین ذهنیتی دارم و روند حداقل خودش رو میتونه به قیمت 0.8652 برسونه و ریزش رو انجام بده و بیاد این کف رو بزنه و باقی داستان. خب بریم برای پوند. خب پوندم که بهتون گفته بودم توی میدویک یا ریزش رو انجام میده با همین اوردر بلاک که اینجا کشیده شده، یا اینکه روند میاد کف و با یک شادو میزنه و میره به سمت بالا که تو وایس اینا رو توضیح دادم. یعنی این عکس رو گذاشتم زیرش وایس گذاشتم که دوستان بدونن چه داستانیه که همین اتفاق هم افتاد. دقیقاً روند ریزش رو انجام داد، اومد به وسیله این اوردر بلاک ریزش رو انجام داد و این ذهنیت ما کلاً از بین رفت. چرا؟ چون من ذهنیت داشتم که بیاد شادو بزنه بعد بره بالا که این اتفاق نیفتاد، بدن شکون و روند ریزش داره میکنه. خب حالا در حال حاضر چی دارم میبینم روی پوند؟ روی پوند من ریزش رو دارم میبینم. خب ولی یک ولی وجود داره، ولی امکان داره ببینید یک موردی وجود داره. اگر روند این هفته نتونه این سل ساید لیکویدیتی رو بزنه، خب یعنی ضعف قیمت نشون بده، اصلاح میده روند. خب اصلاح میده روند یعنی چی؟ منظورم یعنی چی هستش؟ روند بیاد به سمت پایین به این صورت ضعیف و برگرده. خب این برگشت مطمئن باشید برگشتی رو میتونه بسازه که حالا من اینو کم رنگ تر میکشم چون این دیدگاه رو کمتر بهش دارم نگاه میکنم. نه یک همچین حالتی رو میسازه، یعنی بیاد اکسترنال لیکویدیش رو بزنه، اوکی، و ضعف قیمت نشون بده و ضعیف عمل کنه. روندی که بخواد واقعا خوب عمل بکنه باید توی این هفته حداقل خیلی قدرتمند خودش رو روند حداقل تا به این اینترنال لیکویدیتی ما برسونه. پس همچین ذهنیتی رو من اینجا میبینم از روند و روند بر نگرده به سمت بالا، اوکی. و اگر هم بخواد برگرده ضعف قیمت، external liquidity، FVG و
بوم به سمت بالا. اوکی، بریم برای طلا. خب در وسط هفته گفتم که روند صعود و حدوداً 2 تا 3 سقف و بعد نزول انجام میده روی طلا. حالا بریم روی خود چارت که میبینید 1 2 حداقل با 2 تا سقف تا به همون خطوطی که گفتم روند ریزشش رو انجام داد. حالا در حال حاضر روی طلا دارم چی میبینم؟ طلا میتونه ریزش رو ادامه بده دوستان. طلا میتونه ریزشش رو ادامه بده و تارگتش برای ریزش external liquidity. اوکی، ببینید طلا اگر بخواد ریزشی رو انجام بده روند نباید بالاتر از internal liquidity ما بیاد. حواستون رو جمع کنید. اگه بخواد ببینید اگه بالا internal liquidity اومد دیگه میخواد سقف، میخواد بره واسه باش سایدش دوباره. همه اینو روی قانون دارم بهتون میگم، الکی دارم نمیگم، اینا همه روی قانون. خودتون دیگه میدونید دیگه، تحلیلامو دیدید، صحبت‌های منو شنیدید. توی کانال تلگرام هم که سیگنال رو گذاشتم واسهتون 5 دقیقه مونده به خبر NFP رو براتون تحلیل زدم دیگه. فکر کنم کاملا تایید شدم. حالا تعداد افراد توی تلگرام کمه ولی خب بالاخره تایید میکنن دوستان و دیدن همه چی واقعی هستش. پس من چیزی که دارم میبینم یا روند شارپ میریزه میاد به سمت اکسترنال لیکویدیتی، ببینید شارپ میریزه میاد اینجا دیگه، میاد به سمت اکسترنال لیکویدیتی. بعد از اکسترنال لیکویدیتی دنبال FEG میگرده. خب FEG اینجا برای طلا مهمه توی این هفته. بذارید من یک دور دیگه یه نگاهش کنم. حالا روند پایین‌تر هم میتونه بیاد. کلا این فضا رو میبینید گپ، حالا تو تایم پایین FEG این کلا این گپ میرسه که روند ریزش رو انجام بده. به این گپ حالا حداقل تا به این خطوط میتونه برسونه خودش رو طلا. ولی یک مورد میمونه، اگر طلا توی این نواحی رنج بزنه خیلی آروم و ریلکس تر میاد پایین، ولی میاد پایین، بازم میاد پایین. اوکی، ولی اگر که این دیدگاه رو ندارم، امکانش کمه، ولی اگر روند صعودی رو انجام بده اینترنال لیکویدیتی رو بزنه کلا دیگه میریم دوباره واسه بایست. اینو حواستون باشه که امکانش کمه اتفاق بیفته. دیگه یه چیزی رو بهتون گفتم که دیگه قشنگ توی ذهنتون داشته باشید. بریم واسه نقره. خب نقره رو ریزش رو بهتون گفتم این هفته ریزشش اتفاق افتاد و تازه رسید به اون جایگاهی که ما ریزش رو بهتون گفته بودیم. حالا من یک صعودی کشیدم، یه ذره دیدگاه طور دیگه ای داشتم به چارت نگاه میکردم، ولی خب ریزش که اتفاق افتاد دیگه. اینجا روز دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه این هفته کلا این حرکت اجرا شد، همین چیزی که ما گفته بودیم. خب اینو ما پاک میکنیم. روند اینجاست ویکلی، میبینید که ریزشی و مانسلی مانچست. ببینید روند روی نقره صعود هستش و جایگاهی که فکر کنم صدای شکمم توی ویدیو ضبط شده، صدای شکمم صدا خورد. خب دور از شوخی دیگه ادامه بدیم واسه تحلیل. ذهنیتی که دارم روند 2 تا ناحیه خوب داره.
برای برگشت. اوکی. روند دو تا ناحیه خیلی خوبی داره واسه برگشت. حالا دو تا ناحیه کجاست؟ یک ریجکشن بلاک و یک اورد بلاک. یک اورد بلاکه. حالا توی تایم پایین یک اورد بلاک. اوکی میبینید؟ اورد بلاک. خب ذهنیتی که دارم اگر روند روی نقره این اکسترنال لیکویدیتی رو بزنه که داستان اصلا جداست که نمیزنه، فکر نکنم یه اتفاق بیفته. اکسترنال لیکویدیتی که اینجا هست اگر بزنه تو این هفته روند خیلی پایین تر ریزش میکنه. بذارید یک نگاهی بهش بکنیم. ولی چیزی که دارم میبینم امکانش کم هستش همچین اتفاقی بیفته. من دیدگاهی که روی نقره دارم، درسته روی طلا هم که بهتون گفتم داستان چجوری داره پیش میره، من چیزی که دارم از روی نقره دارم میبینم روند ریزشش رو ادامه بده اگر کانسولیدیشن اجرا شد اینجا روند میخواد ادامه بده برای صعود. خب حالا من تا اینجا براتون میکشم، اینو پررنگ تر میذارم. اوکی. اگر بخواد همچین داستانی اینجا پیاده بشه روند دوباره میره واسه صعودش. ولی اگر روند حرکت کنه به این صورت و به این صورت حرکت کنه میاد واسه اکسترنال لیکویدیتی ما و روند تا به این نوای خودش رو میرسونه توی این هفته دوستان. پس خوب به صحبت من گوش بدید. بریم واسه ادامه. خب بریم واسه نزدک فیوچر. من دیدگاه سل داشتم. دقیقا نگاه کن روند اومد بالا، گفتم یا میرسه به این نقطه یا میرسه به این نقطه و ریزش و میبینید که این اتفاق هم افتاد دوستان. خیلی زیبا. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو بذار روی آل که با نوتیفیکیشن ویدیو من بیاد و با نوتیفیکیشن وارد ویدیو بشی و آپدیت شده و ویدیو رو ببینی. و نکته اینجاست که تحلیل ها رو میبینید که خیلی درست و دقیق داره پیش میره و حتما حمایت کنید. یعنی تنها چیزی که به من انرژی مثبت میده این که شما کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید کانال من رو، لینک این ویدیو رو به افراد دیگه بفرستید ببینن. این تنها کاری که شما میتونید انجام بدید همینه برای من تا من بتونم فقط پیش برم تو این کانال و با قدرت بیشتر پیش بریم. خب همینطور که میبینید ریزش اجرا شده و لیکویدیتی ها در حال لیکویدیتی هایی که تو این قسمت وجود داره در حال تخلیه هستش. من باز هم ریزش رو میبینم. حالا تو این نقطه اگه نگاه کنیم من باز هم روند رو ریزش میبینم و چیزی که دارم بهش میرسم که روند حداقل خودش رو به این ناحیه ها برسونه و این کثیفی قیمت تخلیه بشه به وسیله ریزش و بعد صعود. حالا تو این هفته من باز هم ریزش رو دارم میبینم. امکان داره که یه ذره روند اینجا بازی در بیاره، کثیفی قیمت انجام بده، ولی حتی اگر باز هم دارم میگم حتی اگر روند بره بالا، یعنی روند به این صورت حرکت کنه بره به سمت بالا، باز هم ریزش رو داریم. من فعلا روند رو دارم در حال ریزش میبینم تا این کثیفی قیمت از بین بره. دوباره حالا روند میتونه چرخش رو ایجاد کنه برای
رفتم به سمت بای سایت و چیزی که دارم میبینم آره تا همین نایی است که کشیدم و همون FVG که اینجا وجود داره. به نظرم نایی خیلی خوبیه که بهش برسه. مرسی از همتون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. حتما توی کانال تلگرام باشید. میدویک گذاشته میشه تعلیلات اونجا، یه سری صحبت اونجا باهاتون دارم. معاملات خودم که به صورت ویدیویی نیست اونجا قرار میگیره، در مورد معاملات خودم حتی و صحبت‌های دیگه توی کانال تلگرام میشه. توی از طریق لینک وارد بشید، چون شاید یه سری کانال فیک وجود داره 100% توی تلگرام که اشتباهاً توی اون کانال وارد نشید. توی دیسکریپشن لینک تلگرام هستش، خیلی سریع میتونید با یه کلیک بزنید روش و وصل شید به تلگرام و وارد کانال تلگرام ما بشید. مرسی از همتون، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.